وزیر دفاع پاکستان گفته که اگر هند به ما حمله کند و موجودیت پاکستان بخواد به خطر بیفته، ما اجازه نمیدیم که هیچ کس دیگه در این سیاره زندگی کنه و کل سیاره رو نابود میکنه. این بیقابوس بازی ها چیه؟ بیقابوس بازی یعنی این که شما با هم دیگه یه دعوایی بکنید که هیچ نماینده ای از طرف سلطان قابوس پادشاه عمان توی اون دعوا برای میانجیگری حاضر نباشه. قابوسن این کار نکنید، سیاره رو نابود نکنید. میانجیگر ارزون میارید، همین میشه دیگه. الان ما باید سوای این که نگران مذاکرات ایران و آمریکاییم، نگران این باشیم این دوتا دارن با هم جنگ میکنن، اون نظر کل سیاره رو نابود کنه. میانجیگر ارزون برای چی میارید؟ ایران رو هم دارید میبرید اونجا، مثلا میگید احتیاجی نیست الان یه خرج کنم. خب نتیجه شد این. عمانو برید پول خرج کنید، قشنگ درستایی بردارید بیارید بین تو میانجیگری بکنه. این میانجیگر ارزونا رو اینا تو قلعه حسن خان پر میکنن، اینا به درد نمیخوره، مسمومتون میکنه اصلا. واسه ایران به عنوان میانجیگر چیکار میخواد بکنه؟ دو تا راه برای میانجیگری کلا وجود نداره تو کشور ما. یا میخواد بره اونجا بگه یه صلوات بفرستید تموم شه بره، که چون اونا مسلمونن ولی اونا هندوان احتمالاً این قضیه ختم خیر نمیشه. یا همین که مثلا میخواد بگه حالا اختلاف دارید با هم بچه دار شید مشکلتون رو حل میکنه خود به خود، که اونم تو هند چون خودشون بچه زیاد میارن احتمالاً اینم کنسله. آقا اصلا ایرانی کلا به صورت کلی تو چه قضیه‌ای تونسته میانجی بشه و خودش اصلا سالم بیاد بیرون؟ شما نکن دو نفر رندوم دارن تو خیابون با هم دیگه دعوا میکنن، اونی که میره جدا کنه معمولا طرف یکی رو میگیره، از جفتشون بیشتر کتک میخوره. آقا ول کن، بشین اینجا، تو خودت هزار تا مشکل داری آقای عراقچی. تمرکز کن رو مذاکرات، نمیخواد بری میانجیگری بین اون دو تا بکنی. ایرانی کارت